سلام به همگی. امروز میخوایم یه جورایی قفل فلسفه رو با هم باز کنیم. یه روش خیلی ساده و کاربردی که باعث میشه حتی سخت‌ترین و پیچیده‌ترین ایده ها هم برامون قابل فهم و خب معنادار بشن. تا حالا شده یه کتاب فلسفی باز کنین و بعد از چند صفحه حس کنین که خب هیچی نمیفهمین، کاملا گیج شدین؟ اگه اینطوره اصلا نگران نباشین، تنها نیستین. فلسفه خیلی وقتا دقیقاً همین حس رو به آدم میده. یه سری ایده های انتزاعی، بی ربط، انگار اصلا نمیشه فهمیدشون. مشکل اصلی دقیقاً همینه. ببینید، خوندن یه فیلسوف بدون اینکه بدونیم قبل از اون چه خبر بوده، دقیقاً مثل اینه که شما برین سینما و فقط 10 دقیقه آخر یه فیلم خیلی پیچیده رو ببینین. خب هیچی ازش نمیفهمین دیگه، نه شخصیت‌ها رو میشناسین، نه میدونین داستان چی بوده، نه میفهمین چرا این اتفاقا داره میفته. در نتیجه کل پایان فیلم براتون بی‌معنی میشه. و این حس سردرگمی، این حس بی‌معنی بودن انقدر شایعه که حتی یه فیلسوف خیلی بزرگ مثل هگل تاریخ فلسفه رو تشبیه کرده به یه گورستان. یه گورستان پر از نظام‌های فکری مرده. یعنی چی؟ یعنی جایی که ایده ها میان یه مدت هستن، بعد یکی دیگه میاد ردشون میکنه و تمام، دفن میشن. ولی سوال اینه، واقعاً داستان همینه؟ خب شاید یه راه خیلی بهتر برای نگاه کردن به کل این ماجرا وجود داشته باشه. بیایم به جای اون تصویر قبرستان، فلسفه رو مثل یه گفتگوی بزرگ ببینیم. ایده اصلی همینه. فکرشو بکنین، چی میشه اگه فلسفه مجموعه‌ای از تئوری‌های جدا از هم نباشه؟ چی میشه اگه هر نظام فلسفی یه جزیره تنها و دورافتاده نباشه؟ بلکه بخشی از یه مکالمه خیلی خیلی بزرگ باشه. یه مکالمه که هزاران ساله ادامه داره. اینجا یه مثال عالی داریم که این رشد ارگانیک ایده ها رو نشون میده. ببینین چطور همه چیز به هم وصله. داستان از سوفتاستاییان تو یونان باستان شروع میشه. اونا میان و میگن اصلا حقیقت مطلقی وجود نداره. بعد کی میاد؟ افلاطون در جواب به اونها نظریه معروف مثال رو مطرح میکنه. بعد نوبت شاگردش ارسطو میرسه. ارسطو میاد و نظریه استادش رو نقد میکنه، اصلاحش میکنه. این گفتگو همینجا تموم نمیشه ها. قرنها بعد فلسفه مسیحی به شدت از افلاطون تأثیر میگیره و بعدتر تو قرون وسطا فیلسوفایی مثل توماس آکویناس فلسفه ارسطو رو با الهیات مسیحی ترکیب میکنن. میبینین مثل یه زنجیره است. نکته کلیدی دقیقاً همینه. هیچ فیلسوفی تو خلأ فکر نمیکنه. هر ایده، هر سیستم فکری یه جورایی داره به یه چیز قدیمی‌تر جواب میده، یا داره اصلاحش میکنه، یا کلاً علیهش شورش کرده. شما نمیتونین افلاطون رو بفهمین مگه اینکه بدونین سوفسطائیان چی میگفتن. نمیتونین کانت رو بفهمین مگه اینکه شکاکیت دیوید هیوم رو درک کنین. اینا همه حلقه‌های یه زنجیرن. خب الان یه سوال خیلی طبیعی پیش میاد. این گفتگویی که میگیم هزاران سال طول کشیده، چجوری میشه دنبالش کرد؟ این همه فیلسوف، این همه ایده، از کجا باید شروع کنیم؟ معلومه ما به یه نقشه احتیاج داریم. و دقیقاً اینجاست که راهنمای ما وارد داستان میشه. شخصی به اسم فردریک کوپلستون، مورخی که میشه گفت یکی از بهترین و کاملترین نقشه‌ها رو برای این سفر فکری بزرگ برای ما کشیده. خب کوپلستون کی بود؟ یه شخصیت خیلی جالب، متولد 1907 تو انگلیس. یه کشیش کاتولیک یسوعی بود، استاد فلسفه بود و حتی عضو فرهنگستان بریتانیا هم بود. این ترکیب خاص یعنی هم یه مرد دین بود و هم یه دانشگاهی برجسته، بهش یه دیدگاه خیلی عمیق و منحصر به فرد برای بررسی تاریخ تفکر غرب داد. اما شاهکار زندگیش چی بود؟ یه مجموعه عظیم به اسم تاریخ فلسفه. چند جلد؟ 9 جلد. یه کار واقعاً غولاسا که کل تاریخ تفکر غرب رو از اول تا امروز پوشش میده. و میدونین چقدر طول کشید تا این مجموعه رو بنویسه؟ حدود 30 سال. تصور کنین، 30 سال از عمرش رو وقف این کار کرد. فقط برای اینکه این گفتگوی بزرگ رو برای ما ثبت کنه و روشن کنه. پس واقعاً میشه گفت کاپلستون فقط یه سری کتاب نوشته، اون یه نقشه راه دقیق برای ما کشیده. یه نقشه که به ما کمک میکنه تو این سرزمین وسیع و گاهی ترسناک اندیشه گم نشیم و بتونیم ببینیم که چطور همه چیز به هم ربط داره. خب حالا که نقشمون رو پیدا کردیم، باید یاد بگیریم چطور ازش استفاده کنیم. کاپلستون برای کشیدن این نقشه، یعنی برای تاریخ نگاری، 2 قانون اصلی داشت که خیلی مهمن.
قانون اول، داشتن دیدگاه ضروریه. شاید اولش عجیب به نظر بیاد، ولی کاپلستون میگفت مورخی که ادعا میکنه من هیچ دیدگاهی ندارم و کاملا بی‌طرفم اصلا نمیتونه تاریخ بنویسه. چرا؟ چون تاریخ که فقط یه لیست از اتفاقات نیست. مورخ باید انتخاب کنه، باید تصمیم بگیره چی مهمه و چی مهم نیست و همین انتخاب یعنی شما یه دیدگاه دارین. اگه دیدگاه نداشته باشی، تاریخ میشه فقط یه لیست خشک و خالی از یه سری حقیقت بی ربط. مثل اینی که من به شما بگم ملکه الیزابت اول و ناوگان اسپانیایی آرمادا. خب که چی؟ اینا فقط 2 تا اسمن. اما وقتی میگم شکست ناوگان آرمادا باعث شد دوران طلایی الیزابت شروع بشه، اون وقتی که اینا به هم ربط پیدا میکنن و داستان معنادار میشه. این ارتباط، این داستان از دیدگاه مورخ میاد. و حالا میرسیم به قانون دوم که اولش به نظر میرسه دقیقاً برعکس قانون اوله، ولی در واقع مکملشه و خیلی هم حائزیه. قانون دوم اینه: مورخ باید منصف باشه. کاپلستون میگفت درسته که تو دیدگاه خودت رو داری، ولی وظیفه اصلی تو اینه که دیدگاه هر فیلسوف رو با نهایت انصاف و دقت، دقیقاً همونطوری که خود اون فیلسوف باورش داشته، توضیح بدی، بدون اینکه تحریفش کنی یا مسخرش کنی. خب حرف زدن آسونه. بیایم این اصل انصاف رو توی آزمون واقعی و خیلی هیجان انگیز ببینیم. یه طرف ماجرا فردریک کاپلستونه، یه کشیش کاتولیک که تمام زندگیش از وجود خدا دفاع کرده. طرف دیگه کیه؟ برتراند راسل، یکی از معروفترین و سرسخت‌ترین آتئیست‌های قرن 20. یعنی 2 نفر که از این مخالفتر نمیشد پیدا کرد. این 2 نفر توی مناظره خیلی معروف رادیویی تو BBC با هم بحث میکنن. سر چی؟ سر وجود خدا. حالا سوال اصلی اینه کاپلستون که خودش عمیقاً معتقد بود چجوری استدلالای حریف آتئیستش رو بیان کرد؟ آیا سعی کرد ضعیف نشونشون بده؟ جواب رو از زبون خود برتراند راسل بشنوین. راسل بعد از مناظره توی نامه‌ای به کاپلستون مینویسه: شما دیدگاه من رو خیلی خوب بیان کردین. من واقعاً تحت تأثیر دقت شما قرار گرفتم. این دیگه آخرشه. بزرگترین گواهی بر انصاف یه مورخ اینه که سرسخت‌ترین مخالف فکریش به دقت و انصافش اعتراف کنه. پس وقتی اینجوری به قضیه نگاه می‌کنیم، تاریخ فلسفه دیگه اون گورستان تاریک و ترسناک نیست. تبدیل میشه به یه داستان زنده، یه داستان پویا و هیجان انگیز درباره ایده ها. خب بیایم جمع‌بندی کنیم. از کاپلستون چی یاد گرفتیم؟ اول اینکه فلسفه داستان زنده است، نه یه قبرستون پر از ایده های مرده. دوم اینکه ایده ها یه جور رشد ارگانیک دارن، یعنی به هم وصلن و به هم جواب میدن. سوم اینکه یه مورخ خوب هم باید دیدگاه داشته باشه و هم باید منصف باشه. و شاید مهمتر از همه اینکه حتی از فلسفه هایی که به نظر ما امروز اشتباه میان هم میشه چیزهای خیلی مهمی یاد گرفت. و این شاید مهمترین درسی باشه که از کل این بحث میگیریم. تاریخ یه ایده فقط یه سری اطلاعات حاشیه‌ای و پس زمینه نیست. نه، تاریخ یه ایده خود کلیدیه که قفل معنای اون ایده رو برای ما باز میکنه. پس میخوام این سوال رو برای خودتون نگه دارین. از این به بعد وقتی با یه ایده بزرگ مواجه شدین، فرقی نمیکنه تو فلسفه باشه، تو علم باشه یا حتی تو سیاست، اولین سوالی که از خودتون میپرسین چیه؟ به جای اینکه بپرسین درسته یا غلطه، بپرسین این ایده از کجا اومده و داره به چه سوال یا مشکلی جواب میده.